असली वतन में जन्नतें पुरचा हज़ारों नेमतें, नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें, नेकबत हमूद राहत सरासर रहमतें। बुंगेज गोन अल्लाह मेहरबान नामा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अजीज़ें गुलें गोशदारोक व चारोकान मंतग मबेद, उम्मीद दारिन के द्रोजूर व सोबिन बेद बाज मिन्नतवारों के वती पेरियामा शौगानिस्तान मिली राडियो टेलीविजोना दिलगोशिया कनेत व चारेत मरूची मशमे पेरियाम दरबारो बलूचाने दूध व रबीदा गायनता मशमा वती ई पेरियामेता मशमा गुवत मरूची मेहमानी दारंती पेरियामेता रवन के गुआई दुरुस्ती बेन वाजा अहमद अली उमरी। उम्मीद दारिन के ता गुट सरा वती पेरियामा हमराक बेत वाजा बाज मिन्नतवारों के अम्मे पेरियामा आतेत व अम्मे दावत कबूल करतेत बाज मिन्नतवारों अल्लाह शुमारा साथित। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। من هم باز و شالون که یه مروچین پریامه تا گون شما و گون افغانستان ملیین واتگند و رادیو تلویزیون عزتمندین گندوک و گوشدارو کان یک جاون امید دارین از چیزی که ربی رضامندیند و از چیزی که واقعیت های هستند تا انشاءالله تا یه برنامه تا گون شما و گونشمه عزیز انگندو کان انشالله شریک کنم. بعض منتوارون واجه مشمه پیریام درباره دود و ربیدگا بلوچانی انتا جوانا بی که اولین سوج مشمهی بی که نمروزی تا که مرکز بلوچانی آده قومین زبانین موضوع چونه که انتا اگر مر سرپدیده باز وشه بین وشال بیت واجه باز وشین سوجه هد مشما جوان زانند که نمروزی ولایت افغانستان مرکزی ولایت بلوچ قومه و اودنا اکثریت مطلق قوم بلوچ زندگی کنند، بلین دیگه اقوام هم اودا هستند که شدیرین زمانه اودا زندگی کنند و آوانی منجینا و بلوچ قوم منجینا انچین یک کوی هست که تا وقت کسی یک را سوج مکند که تی قوم چیند کسی سرپده نبید که دیگه قومی و آدیگه قومی و الحمدلله یک زندگی اسلامی یک زندگی اجتماعی باز جوانین قوت دارند و من عرض کرد که تا وقت اما قوم و تیره سوج مبید شپوچ و پوش و زبان و شی چیزان کسی دیگه کسی شدن نبید اوانی جتا کردن و جتا زانتن یک کش دیگه را مشکلن تو سکند و نمروزی ولایت تا فرهنگی و زبانی موضوعات وضعیت هم الحمدلله جوانند و دا زبان بازار و زبان غالبا اکثریت و دا بلوچی زبانند بله پشتو و دری هم و دا ابرداته گبید و مردم یعنی هم دو زبان ملیه که پشتو دریند و هم زبان محلیه مچین سرپده بیند و سرلاسه بیند. باز من توارون واجه بلوچ گیشترکی گوجم ولایت انتا زندگی کنند تو بود باش دارند تو هستند. افغانستان تا تقریبا شا دیرین زمانه 400 سال دیمتره تنینگه بعضی شقومان تنک کوتان هر نمگه بنابر مسائل سیاسی و امنیتی که ما وقتا بوتید و بلوچ قوم هم یک شما قومانند که فعلا به 24 ولایت تا یک جمعیت منظم و جمع دارید، یعنی بعضی ولایت تانی تا دی و قریه مکمل بلوچ هستند، بعضی ولایت تانی تا هست که یک ولسوالی اکثریت بلوچ هستند، بعضی ولایت تانی تا هست که چند ولسوالی اکثریتش بلوچ قوماند و اگر یه رنگ بیایند نام گیرند مشکلند چون بعضند بلن نمروزی ولایت که بلوچ قوم مرکزند و اوانی اصلی جا و بندرند
همارنگ هلمندی تا بلوچ باز هستند و یک بخشش بلوچانی اصلی اینجا و بندره. هلمندی تا انت همارنگ قندهاری تا یک بخش هست که هم منطقه تا دگار و ملک و متشوانی پست و پیروکین شما قدیم وقتان تنینگا بوتاند. و به شمال نیمگا مزاری تا یعنی ولایت بلخ ولایت تخار بدخشان و همین رنگ بیایند به سبب بعضی ولایت دیگر کندوزی تا این مگان ولایت بازند بلوچ قوم این ولایت تانی تا بعضین جمعیت دارند. و ولایت سرپولی تا بلوچ هستند که بازند. تخاری تا یک مزن دی به نام کغنی بلوچ ها گوشنتی که او دا بلوچ زندگی کنند. و فاریابی ولایت تا بلوچ تقریبا گیشتر 9 میلیون جمعیت دارند، یعنی بالای 500,000 نفر فاریابی ولایت تا بلوچ جمعیتند. به صورت عموم اگر حساب کنند چون دقیق سرشماری و آمار گرگ نبوده، بلین افغانستان تا به حدود 5 میلیون جمعیت گیشتر و کمتر بلوچ جمعیت هست. باز منتوارون واجه موج بلوچ افغانستان ته بلوچی برادهند یا نه به دیگه زبانی و برادهند؟ افغانستان تا یه رنگن که به گستگن وقتانی تا که جنگانی زمانک بوده بعضین شاقوامی که هر نمگ تنک بوده نمودا منتاند و اوانی ارتباط گویدگه ولایتان قط بوده. مثلا نمروزی تا مطلق بلوچی برادهند بلوچ، هلمندی تا اکثریتش بلوچی برادهند و بعضی پشتو برادهند، قندهاری تا منطقه ریگستان و آنی مگان بلوچی برادهند و مرکز قندهاری و میوندی و ولسوالی و ای نیمگانی تا پشتو برادهند و همیرنگ فرای تا بعضی ولسوالیانی تا بلوچی برادهند و اکثریتش فارسی و پشتو برادهند و هراتی تا پشتون زرغونی ولسوالیه که مودا بلوچانی دیه و بلوچانی الکی بلوچی برادهند. و جالب نکته ایشن که مردم که ودا بلوچی زبان ساعت تگند صاف بما قدیم رکم بلوچی برادهند و نمروزی تا شاید بلوچی مثلا تاثیر زورتا بیت شاید فارسی و شاید دیگه زبانان بله اوانی بلوچی صافتر منتا و مثلا اسلام قلعی تا بلوچی زانند و گشتر فارسی برادهند راتی ولایت تا و بعضی ولایت های دیگر مثل زندجان یا ولسوالیانی تا بلوچی سرلاس بیند ولسوالی فارسی اند به حساب آده بلوچ باز هستند دیگه ایش زانند بلوچی سرلاس بیند گشترکیش بله گسانی تا گوت دریو فارسی برادهند و مثلا اشکتر نیمگان به حساب ولایت بادغیسی تا او دا کم کم بلوچی برادهند بعضی جان بله گشترکیش دریه برادهند این مسیران. او مثلا بامیانی تا اشکترک دایکندی تا و فاریابی تا و آنی مگانی تا بعضی هستند که دریه برادهند، بعضی ازبکی برادهند، بعضی پشتو برادهند و هر گجامه به هر منطقه تا کشته شما محیط و منطقه تاثیر زورتا و امودا گما مردم لور بودند و فقط پاوان امی منطقه ما بلوچند، حتی بعضی وقتی تیره نزانند که شگوجام پسرند داوند و فقط اما تذکرانی تعلق تگند که ما بلوچند و بلوچیه وقتی ساعت تگند شزبانه کمتر چیزی پا دیگه ولایت تانی مردمان منطقه لوگاری تا مثلا بلوچ هستند، ننگرهاری تا هستند بلوچ کیش پشتو برادهند و بلوچیه نزانند. باز منتوارون واجه باز منتوارون امی وقتی که افغانستان اشغال وتتید بلوچ قوم چین کاده نقش داشتید ای ازاتیت افغانستانیه اگر مار سرپدیدید باز وشاله بیند. اشغال یک موضوعیت که گشتر قومیتی نوت و حتی ملیتی گشتر نوت، یک موضوعیت عقیدتیه که یک قدرت یا یک اتحاد کفری بر علیه یک ملت مسلمان شکل گرفت و آتن تدا اسلامی سردگاری را اشغال کردند و زمانه تا نه تنها یک قوم یا دو قوم
بلکن امت اسلامی متوجهت اشغاله و هر گجام یک کرا شغیرتمندان امت اسلامی که وارو واقعیت وترا رسینتند و بیا جهادتا سهم گبتند و سوجی که بلوچ قوم نقشه شما کرتت که بلوچ قوم چین کس نقش داشت مشما توانند عباره بگوشند پس ثبوت که تحریک دومه یعنی وقتی که امریکا تو اشغال کرد اولین کسانی که جهاد شروع کردند برابچه منطقه و چوچوی منطقه بلوچ قومت و شهید مولی محمود رحمه الله هت و گونگوتی سنگتان و مولانا عبدالرشید صاحب که فعلا کابل شهروالند یش اولین عملیات منظمه بر علیه کفرین تجاوز به افغانستان تا و بر علیه اوانی غلامان یه مردم شروع کردند و بعد شایی الحمدلله به کل افغانستان تا یه حرکت شکل گرفتند و یک قوت قلبی پیدیگه مجاهدان هم بود و بیا منطقه تا اولین کسانی که جهاد شروع کردند شهید مولی محمود رحمت الله علیه گونگوتی سنگتانت و همه رنگ به فاریابی منطقه تا هم بلوچ قوم نقش باز برجسته هست که فعلی قماندان امنیه غزنی ولایت مخدوم عالم حفظه الله که یکیش بلوچ قوم قهرمانان و بلوچ قوم غیرتمندن مجاهدانند آهاتند گوتی مجموعه که بعضین قربانی داتند و به صورت عموم اگر گوشند افغانستان مچ ملت قربانی داد و حتی شدگه ملکان مسلمان آتند و افغانستان تا قربانی داتند تا ای که یک کفر جهانی شکست ورد و الحمدلله مروچی استقلال و امنیت به افغانستان تا آتید. باز من نتوارون واجه اگه بیت هم مرا سرپدی دید که امارت اسلامی چین که دین پاچی نشان داتی پا بلوچ زبانه و پا بلوچ دو ربیدگه امارت اسلامی امیرن که ششم سوجا معلومه بیتو مشفامت چزانند که امارت اسلامی انت و نتانا پا بلوچ قومه بلکن پا تمام اقوام و ملیتان تا اما اندازه دین پاچی داتو دند که اسلام چوکات تا جابید و بلوچ قوم چون یک مسلمان قوم تقاضای گشترین هم ندارید که اسلام چوکات گشترین آزادی و دین پاچی پاوان بید و اگر بید هم احوانی جند به ما چوکات اسلامی مقیدن تو به ما اندازه وتی آزادی استفاده کنند و اسلامی امارت تینمگا پا بلوچ قوم دو ربیدگا و پاوانی اما وصل سله رحم و ارتباطاتا هیچ نوع محدودیت نبوده بلکن الحمدلله تشویقات هم بوده حمایت های هم بوده و حمایت های ما بید. خو واجه امی نمروزی تا دو ربیدک بلوچ چونکاین تا که دا برنامه و پریام پا بلوچ دو ربیدگا معرفی بوده استید و چونکاین تا گپا ما سرپدی دید. نمروزی ولایت تا تقریبا امیتی شما سوجه کم سکتروکین سوجه هست و شی واسطه که نمروزی ولایت تا مردمین پریام و برنامه پا دو ربیدگا بلوچی باز بوده و باز هست بلکه متاسفانه اطلاعات و فرهنگ ریاست نمگا که ای مسئولیت انت و وظیفه انت هیچ نوع برنامه که قابل احساس بید تمید ما با بلوچ دو ربیدگا گفتگ نبوده بلکه مردمی برنامه گفتگ بوده و گفتگ بید به مناسبت های مختلف و پاوان الحمدلله ای بخشیتا مردم گوتی دو ربیدگا زبر اشنان تو منظم برنامه و ترتیبات وتیه دارند. باز من نتوار واجه آیا کتاب و زبان بلوچیم به مکتبانی تا درس داتا گبید یا نه؟ متاسفانه دیرین وقتی که یعنی وقتی که منی اوشاین 35 سال نی عمرند تنینگا افغانستان تا بلوچی کتاب به بلوچی زبانه
به منطقه که بلوچ زندگی کنند و دا هستند تدریس نبود و درس داتک نبود و فعلا هم نبید. البته بلوچی قلم دست بلوچین زبان سرا کتاب لکتگند و کتاب موجود هستند و اما را امید هست که انشاءالله وزارت محترم معارف یه بخشیتا اقدام کند و انشاءالله اقدام کند و همارن که مروچی مشما به افغانستان ملی واتگند و تلویزیون و رادیو تا دارند بلوچی برنامه اجرا کنند همارن انشاءالله روچی را شاهد بیند که به مکتبانی تا هم جایی که بلوچ زندگی کنند بلوچی کتاب و بلوچانی زاگان وانه نگ بیند و تا فعلا یک ایرنگیم برنامه نیند گرچه بلوچی کتاب موجود هستند و دیمتر وقتانی تا چاپ بودند بلن تنینگا درسش شروع نبوده و ای امید دارند که انشالله درسش شروع بیده. واجه باز منتوارون واجه میرن شما عباره انت با یک سوالی پیش آتید. شما گوشتید که چون ولایت تا بلوچ هستند آیا امارت اسلامی پیشانی جمع کنگا یک گوشانی که گوت یک جابند کاری کرده اید یا نه؟ همارن که دیمتر عرض کردن افغانستان 24 ولایت تا بلوچ هستند و دا بازند یعنی جمعیتی که چون صدگس او دا یک جگوت زندگی کنند و طبعا یشم سوال پجاین سوالیت هر حکومت یه مسئولیت و وظیفه اند که پیشانی ارتباط خاطره و اما وصل سله رحمه یه اسلامی وظیفه اند که باید برنامه داشته بید و الحمدلله اسلامی امارت هم برنامه دارید. یک شباز باز مهم ریاست تانیتا یک معاونیت مستقل به قوم بلوچ اختصاص داتک بود و معاونیت قوم بلوچ نامی و همه رنگ بلوچانی سرتاسری شورا که یک عالم دین حضرت مولانا عبدالاحد خطیب زاده حفظه الله در راس شورا اند افغانستان تا حمایت بودش امارت اسلامی نیمگا و یه بخشی تا دارید خدمت تکند و فعالیت تکند تا که به سراسر افغانستان بلوچانا نظموش کند و ایشانی ارتباط یکی و دیگر را جور کند و انشاءالله شی غیرتمند این قوما به نفع اهداف اسلام استفاده بید و ایش به محوریت و مرکزیت کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله همارن که به کلمه ایمان دارند به محوریت تا جمع بیند و قوت استاتن و نشتن داشته بیند و تی زبان قوت شریک کنند و تی فرهنگ و دود و ربیدگا قوت شریک کنند و یکی دیگر را درست کنند. ایش یک نکته باز خیر و مثبت و یک باز خوشی خبری که الحمدلله هم معاونیتی که من گوشتون فعالند و یک نیکنام مردم فعال مردم آدم مسئولیت دارید و یک خدمت انجام دادند و هم بلوچ قومه سرتاسری شورا فعالند و به مچ ولایت نیتا سفر کند و مچ بلوچان به هر ولایت تا که زندگی کنند و وان استاتن و نشتن دارید و یک باز جوانین و نیکین و مثبت رابطه الحمدلله برقرار بوده. باز من نتوارم واجه مشمه وقتون دین بیالاسی انت اگه آخرین گوشتینی داشته بید با چاروکان گوشید. خیر گندت باز ششمان من نتوارون و باز شا افغانستان ملی تلویزیون گندو کان هم من نتوارون که تیدما گو مشما هتند و تا ایدما مشمه برنامه سیله کرتند و گوش دارتند. آخرین خبرنی به افغانستان عموم ملت و مردمان عزتمند و شریف نانیشند که الحمدلله مشمه مچن مسلمان هستند و مشمه وطن برا فرهنگی و دود و ربیدگه ایشند که مشمه وطن مختلفین قومیتان و مختلفین دود و ربیدگ و فرهنگان تشکیل بودید و ایش توشی امانید که مشمه افغانستان یک باغی تصور کنند و این قومیت های مختلفه انواع و اقسام گل و میوه تصور کنند. گوڑا ابرا باغی که انواع و اقسام گل دارید و انواع و اقسام میوه دارید
ای برا و زینت و کیفیت طبعا شباگی که یک دست بیت و یک نواخت بیت گیشترند و برادرترند و مشما یه چیزانه یه تفاوته فقط و فقط در حد تنوع بزنند و مشما یک ملت تیند و فراترش یک ملت تا مشما یک امت تیند. مشما مروچی این پیریام همیدا هیل و علاسه بیت تا دیگه یک پیریام من شمس الحق دامرده از ملوت انشاءالله شما ساتوک بیت.